نام خداوند بخشاینده و مهربان با عرض سلام و وقت بخیر به خدمت تمامی شما بیننده های خوب شبکه تلویزیونی تابان و خصوص علاقمندان برنامه زنگ تفریح. شما را خوش آمدید بگویم با فصل جدید زنگ تفریح با هنرنمایی هنرمندانی که با نمایش های جالب و دیدنی خود گل لبخند را بر لبان شما هموطنان گرامی شگوفا می سازند. در بخش نخست برنامه گزارش داریم، با هم می بینیم. فعلا هم در دوسرکی ولایت قرار داریم و ببینیم همشهریان ما که ای آشغالای خور میارن کنار از ایجاد میرزانن، نظر از اینا چی است؟ سلام علیکم لالا جان. بله خوب هستی محترم؟ بله خوبه. خوبه. شما میشه به ما میتونه کوتاه‌تر بگین که همین آشغالیا خود چرا بیاردین به کنار از این خیابون ریختین؟ اینا برارم از زنده باشیم شما معرفی نکردین خور. ما از تلویزیون به خدمت شما قرار دارم. ببینیم برارم قربان شما، ما اینا رو بیاوردیم همینجا خونی ما نمینه. همینجا اینا خیلی کردیم به خاطر که یک کمکی به ما باشه. چی رقم کمک بشه؟ کمک از این که مثلا انال آشغالار با خونه علمین مگسا خونی ما هم جمع میشه میای اینجا ما دیگه انشالله دست مگس راحتی. خب دیگه چی کار میشه؟ بله دیگه چی کار؟ دیگه در زم دیگه 30 روپیه یا 40 روپیه به هفته از ما میستونن که موتورا شهرداری ما چون از کینن آشغالار میبرن، همون 30 روپیه هم حداقل به ما کمک میشه. خب کی رقم‌ها؟ بله بیننده‌های عزیز دیگه یک فایده دیگه هم داره. چی فایده مثلا؟ یک فایده دیگه از این داره که همینا وقتی که می موتورا کلون از اینجا رد میشه به می باد می موتورا همین آشغالا کلا همه تخم تور میشه. انا اینجا نمایه 100,000 خروار آشغال که بریزم نمایه که اینجا کسی اینا رو انتقال ده برارمه. تشکر برادر گرامی. بیننده‌های عزیز دیگه به من چی بموند که من چیزی بگم. بیننده‌های عزیز طوری که مشاهده میکنیم بازم در کنار یکی از آشغال دنیای شهر قرار داریم و یک نفر را میبینین که آشغالیار بیچاره جمع میکنه و از این جگاه میبره. سلام لالا جان. علیکم سلام لالا، خوبی؟ میگم برار میشه شما بگین که چه کار میکنی می آشغالیار جمع میکنی؟ لالا به تو چی مربوط میشه که من چه کار میکنم؟ ما به کار و روزگار ما بگذار. عزیزم من خیلی خوشحال شدم که آفرین شما شخصی هستین که پیدا شدین که آشغالیار از اینجا جمع میکنین. واقعا آفرین شما که میبرین به جای اینا. به جای اینا؟ جانا کجایه؟ ببین لالا تو چی میگم، دفعه آخر باشه ما تهدید کنی. دفعه آخر تو باشه. برار من تهدید نکردم. لالا جان آشغالار به جای میبرم که جای باشه. بیشتر همسایه ما که هست لالا جان صبح به صبح آشغالار میارم دم سرا ما مندازونه. به خونه ما هیچ کس نیه، از ما حتی اندازه یک سیخ گوگردی هم آشغال به خونه نمیشه. گفتم همی آشغالار از تا همی آشغال دینی بچینم ببرم دم سرا از بندازونم که دوباره دور به دم سرا ما نه آشغالا خور نندازونه. ما بیامدی تو همینجا برای ما ترانه میخوری. به تو چی مربوطه که من چه کار میکنم و چه کار نمیکنم؟ تو سایکو هیچی لالا. دیگه نبینم بیای مرا تهدید کنی. برو کاکا به دنبال کار خوب برو. خیر بینی لالا، خیر بینی. خیر بینی. خب بیننده‌های عزیز در داخل شهر قرار داریم و در کنار از این سرک آشغالا را آوردن و ریختن. آشغالیا خو از همه جا میارن به این جگاه. میگم لالا جان یک دقیقه میبخشیم. میشه شما بگین که همین آشغالیا خو چرا در کنار سرک میریزونین برار؟ اختیار خود دارین لالا، اختیار خود داریم یا نه؟ یعنی چی رقم اختیار خود؟ اختیار خود داریم که برکت از این که تو می درختش سبز مونده آشغالیا خو میریزیم درخت سبز میمونه قوی میشه. شما چی میگیم لالا؟ شما به این درخت سبز میگین؟ این درخت خشک شده. این درخت که می آشغالیا خشک کرده برا. قدیم عادی گفتن شهر ما خونه ما به تو مربوط نمیشه. برارم شما چی میگین؟ واقعا جای شهر من نگاه میکنی از هر طرفی. میگن لالا یک دقیقه. بله لالا جان. چرا آشغالیار اینجا میریزونی؟ با کجا برزم برار جون؟ های؟ با کجا برزم؟ موتر صبح به صبح میاد دم سرا شما چرا آشغالیا خود طویل نمیکنی؟ آشغالیا رفته ما میاره میرزیم. موتر میاد دم سرا ما. برج 60 روپیه ماه. از کجا دارم برج 60 روپیه؟ برارم به خاطر که برج 60 روپیه ماه مگر شما آشغالیا خو بیارین به تا شهر به دم مردم. آشغالا رفته ما میاره میرزیم. همه در فکر نمیکنه از بوی بعد از این مردم آخر نفس لالا اجا گرم و در میشه. همین 60 روپیه را کجا ما بیارم؟ گزارش شهری را با هم دیدیم. واقعا که ما به محیط زیست خود توجه میکنیم. از بس که به محیط زیست خود توجه کردیم در کنار سرک، کوچه و بازار یک کود آشغال میبینیم. نمایش را با هم میبینیم.
بابا این خونه از اینا با کجایه؟ ما که خیلی وقت نمیشه، 5 سال میشه به این منطقه نمودم. 40 کوچه که من میگردم. همین منطقه بوده دیگه، مار متحرم اینجا تاکت کدگه. یارا به کجای چی رقم کنم؟ او کوچه نبود، به این کوچه نبود. یکی نمی لالابیه از پرسیم کنم بلکه نمی بشناسم. تو زلفانت بود تارین و بابم سیم جان، نمیخوایی تو از حالی خرابم سیم جان، مکوبا تو سره یاری نداشتم سیم جان، چرا هر نیمه شب پایی بخوابم سیم جان، از حال بیالم سیم جانیم دن 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 دین دن دین 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 دن دین دین لالا 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 یک دقیقه آره یک دقیقه بگیم. اگه یاری منی برو به کوچه سیم جان، به بیبی بگو کالا خور بپوش سیم جان، اگه مر بردم تو بفروشد یار سیم جان، حالی ندارم اما جو دل بقراری بیبی جو. بله میگم برو بله از این منطقه این شما ایتا مدل بالای ندیدم من. میگم از این جداییم شما، از این محلیم، از این منطقه این کی؟ شما. خوب دیگه آدم که اینجا از این مله و آدمی مله نباشه از کدو قریه از کجای ما دیگه سعی کنی برو چی میگم به شما. بگو. من یک ساعت به می کوچه ها میگردم. یک ساعت ها من به این منطقه یک باجه دارم. باجه؟ ها. من باجه دارم 4 تا. مکو متعیل نیم مجرعتم باجه دارم من 4 تا. خب باجه داریم شما؟ ها باجه به این منطقه میشینه، زندگی میکنه. زندگی میکنه. زنده؟ ما گفتم از شما پرسان کنم، سعی کنم ما رو میشناسین. خب ما چه کار کنم باجه داریم؟ خب ما برای خود میرم شما میگم ما باجه دارم. برار جون ما گفتم شما از این منطقه همین باجه رو میشناسیم، شما ما به شما بگم. باجه شما را از این منطقه ما میشناسیم. ها شاید ها دیگه. اسمی و کاکا رجبه. کی؟ کاکا رجب خان. آها رجب خان های؟ ها کاکا مر 100 به می کوچه ها میگردم، حال جواب مر بده به این جگاه میشناسی باجه می کاکا رجب یا نه که من برم برا خوب برم. کاکا رجب باجه شما نه؟ ها دیگه پس چی؟ به به عید شریف مبارک. شما نشناختم. 1,98,200 دیگه از پیشکش ما بمونده من دوماد اینایم. دوماد کاکا رجب؟ بله یا کاکا رجب باجه می؟ باجه شما نه دیگه. برین جلو بشین دیگه. کجا برین؟ ها بیایی. میمونم کل خراب دیگه. و شما که نشناختم بریم به تصور مریم. باجه نایم یک شون 2 روزه که به رایم متا به اینجا رسیدم، از ایرات اومدم. دیشب به هتل تهران بودین دیگه. ها بیایی میخواد بیایی. بفرمایید خلیته چی داره؟ خلیته دیگه باز معلوم میشه که چی داره. نه بابا برین که
یا الله یا الله بگو. ها. همین سرا اینا. بفرمایید یا الله. بیا بفرمایید بیاین بفرمایید یالا بچه چکار آخه؟ چکار؟ صبر کن. بابا سگ میخوره آدمت. آمی سگ که خود شمانه. خب باشه شما بیگونه این اینجا بیا آدمی غافلگیره. بیلا ایک با کی؟ دلبند مربند اختوندی تو. بیلا دلبند مربند اختوندی. این سگی هست که این جنگی این غافلگیره. این تحمال شما ریزه میکنه خدای نکرده خاک به زبون شما. شمار که میشناسه دیگه. نه بشناسم من میتونم من عقل کمال و میکشی گور بگیرم. بیا بله. از تو کسی نیم بپرسه. بیا ما چرا سگ یله کردی؟ من نکردم. سگ کی یله کرده؟ من خبر ندارم. بده برو کجام بابا بخونه. بده بگو سگ ببندن که میمون آمده بگو بخیشو بگو میمون آمده سگ بسته کنی بده بگو باجی شما آمده مامار بگو بیاین کاکا جان مر بگو بیاین. کی بوده؟ بله کی بودی؟ بچه باجی ما بود؟ بچه باجی شما نه شما دمینه دیگه چند سال آمدین شما؟ من ندیدم دیگه 5 سال میشه. خب 5 سال یا مال 4 ساله دیگه 5 سال میشه. میام خودم 4 ساله سلام باجی. چی احوال دارین؟ صحتمندین؟ بخیرین؟ خوشحالین؟ چی عجب صحتمندین؟ شد یاد ما غریب غروبان کردی خواهش تو. میکنم باجی جان. چی دارین؟ بیا تو صحتمندین؟ بخوریم بیاین. کاکا جان ها سگ بسته کردین؟ ساگ بسته کردم چرا نبودی بسرا نبودی. بابا ما را می سگ شما دعا کردم واسه دلبند مربند از اونه ای سر تو بفرمایید. بخور تو چرا ساگ وکیدی. بفرمایید یا الله بیا بفرمایید. ببخشید. یا الله یا الله. یا الله یا الله. یا الله بیا بفرمایید. میمونه بابا. سلام علیکم. مونده نباشه خوبه تیارم سلامتیم. سلامت. اشته بود خاله اشته بود. زنده باشین تیار خوشحال هستین؟ بله به کسران هستیم خالی ما خوب بودم باش رختی. آقا اشته نشناختم شو خاله منه. آفرین رو بینی به چی موش یاری یاری. بده بابا بده. جلوشو. یا الله یا الله. بده تیز برو دیگه. یا الله. سلام دیگه تیارم سلامتی. عجب گلم چهار برس بابا. برزون نوروز. بله خود چی فرق میکنه من شبا دستا میمونه رو برس دیگه بابا جو ما تو میگم. دو پیاله رو برزون دیگه تو برزون خب. آقا جو برای نمی آخی حال تو به خونه بیامدی بچیش دستکشار به در کو. چی؟ دستکشار خور به در کالی به خونه میدی شیشتی. میگم برو تو بیرو کنی ایره خونه بیری کنم بابا جان دستکشار نار به در کو. خونو که بابا جان آره که بیامدیم به خونه بشیشتیم دیگه. چی فهمیدم این پیاله از مه. برس با میمونا اول بده میمونا بده. باشه فرقی نمیکنه. بفرمایید. میگم کاکا جان. جان. این بچه شما گنگ به کجای معلوم نیه. همین جگاه بخی بابا چه خوب راکو بده. بده پیرشی. یاد کردم اینه که. از این ترمز چی خیلی دارم؟ وقت شما نامادیم و وقت دیگه. شیر نره. دیگونه بهش آدم دیگه میتونه نمیاریم. های باجه از کجا بگم اینقدر مشکلات گرفتگیری ها اینقدر روزگار مار پیچونده که چی بگم. باور میکنه این مشکلات به هم هر جا هسته. ما اگر از مشکلات خود تعریف کنم به کل گیج میشی باجه جو. به جور باشه. سعدمند بخیرین خوشحالین. چی حال داریم سلامتیم بخیرین. چی میگه؟ این میگه با موتر آمدیم یا با تیاره؟ من بعدی تو کنم. بگه با بابا. موتر آمده موتر. چی میگه؟ این میگه خالی اشته بود. خوب بودم شکر. سلام داشتم خدمت شما. خوب بود سلام میرسوندم به شما. چی میگه؟ اینا میگم چرا با موتر بیامدی خالی من ناوردی؟ میاریم بخیر میاریم انشالله. حال خوب مازی باجه من امروز 2 ساعت دیر تا همین کوچه ها میگشتم تا خونه رو پیدا کنم. حالا که انشالله بلد شده دیگه سری دیگه اگه نیاوردی یعنی ما دیق میشم از دیگه. آقا جا خود مانه خود چیه؟ باجه جان جان همین لالا برای ما مغزر خدمت کرد ما رفته کوچه تا به این جگا بیاردیر معرفی هم نکردیم برای من. اینک نوروز جان دوماد مانه ای.
مبارک باشه، تبریک باشه. قربون قدم شما. ها دیگه همین خوشحال شدین. خوبی کاکاشو؟ دم قریبا. نام خدا. ما را ازم خجالت بکشی. مادر من نگوده که پیش میمونه پوست خور پتی خوب پاک نکنی. همه را پیش ما پاک بخورده ای. گپ نمیفهمه. میگه میمون آمده. برو گوسپندار جمع کن که ما هر روز هر نوکرتونیم دیگه کاکا. برو بابا جان گوسپندار جمع کن برو. با اینجا برو برو. با برو. ها برو. برو بابا من گل خورده کمی علف داره کو بده. همین نگذاره میگذاره مینوار بخوره. نه نمیخوره. نه میمونه. متور به مینو متور معرفی کردم. میگم باجه این منطقه ما کوبه هستمه دیشه که خنک نخوردی. نه باجه جان خیلی هم گرم بود. ما چون چی آتش کده بودین. خدا خیر ما بده اگه شما. ما داریم که از این کومی آریم که فقط پدر خنجر بسیار کرسی داغی تیار کده بودین. پس خنک نخوردی بچی باجه نه جون. خنک نخوردم. من باجه کسر که خیلی مسته باشم باز کم دل من به زومی سوزم. زنده باشی. شما رو چون خیلی مایم. نه خیلی مایی. نظر و پیشنهاد دارم به مو خاطری هم بیام و اولا که دیدنی از شما بشه و دیم از این پیشنهاد داشتم فقط به خاطر از این که دل من به شما کم میته میسوزه. گفتم باشه هرچی نکنیم باجه ما از خود مونه. بله ما شما که خودم هرچی دیگه باجه جان به خدمت شما به عرض برسونم که شما به این منطقه چند ساله به این جگاه مثلا زندگی میکنید؟ یاره به خدمت شما عرض کنم که ما از بابو باچه به میگایم دیگه. خیر ببینیم. پیر کلونا ما به میج زندگی کردیم. شما سعی کنیم این دلیل اینه که مثلا این منطقه پیر رو بابو بابچه شما نمگر این جگاه شما یله نکنین به دیگه جا نرین. خب شما از این جگاه خیلی چیزایی که مال معلومه خود شما مال موی سفید شده مثلا سواد نداره مال شما نه. این بچه‌ها نسل آینده شما مثلا این طفلایی که حال کلون میشه اینا هم همون تو بی سواد بوارن. بچه که من ماچد میره دیگه خلاص دیگه. شما خیلی دل من بال شما میسوزه. خیلی به بی امکاناتی تیر میکنیم این جگاه شما. خب خیلی خارین. خب چیکار کنیم؟ شما اگه به حرف بد ما بکنین خب خود شما از این جگاه خونه شما رو انتقال میدیم. خب گو مال اموال شما و شطور و هر چی که داریم گوسفند و اینا خوب جریان هم داریم اینا کار همه بفروشیم. خب از این جگاه خود شما بکنن شما رو میبرون به هرات میبرون به شهر میبریم. به شهر میبرون شما رو میبرون اون جگاه می پولی که از این وسایل و مالا شما میشه به شما خونگاه که میگیرون یک عمر اسوده زندگی کنیم. بچه‌ها شما به مکتب به مدارس خود شما کار وظیفه شغل دیگه بیشتر خود تجمع و مردم سر و کار میگیریم به سیستما حاله و شرایط حالی آماده میشیم. این جگاه شما همیشه خار و ذلیلیم همیشه مشکلات داریم. همین خدمت ما دستم میایه برای شما. زنده باشی باجه جون خوب گپی گفتی. نه لگ میگه زندگی کردن چی رقمه مشکل به سر مخلق نمیشه که با خدا نکده اونجا وای رو ظاهر نمونیم دیگه. باجه من چیزی که به شما میگم عباس دل من به شما میسوزه که میگم. زنده باشی. اونجا دیگه شما میتوسیده میشین که شما نمای دست خوب سیاه و سفید بزنید. ما با خدا مایم. دیگه شما مازی گفت. در ضمن ازی باجه. خب من مالک به شهر به یک تالار سیستم بالای بیترین تالار میرزای اونجا همال اگه می صاحب تالار مال یک نفر به کار داره مثلا به می سن سال شما که برج 10,000 روپیه برای از اون معاش میده هیچ کاری هم نیه همون جگاه شوباشی هستین 10,000 روپیه میده 10,000 روپیه افغانی برای شما معاش میده. ما خدا ما این باجه با دیگه تخفیفا دیگه هم هست و بالاخره هم نشه برج 15-20,000 که خود شما ایداد میکنی. باجه جوال خوب شد که بیاد ماما. آخه همین نوروز چه کار میشه عروسی از یاخی ای به زنجگاه ما میکنیم بریم دومات شما ها خب ایکو گپی بدیکار هم هست شما به حساب پیشکش بدیکار هم هست ها ایکو قام نداره به پیر مادر صحبت میکنی خود خود میبریم به شهر اون جگاه پاک سوده حساب کتابی هم جور پیشکش خورن که کار کرد خلاص کرد اون جگاه عروسی کنه حتی به مطالعه که ما کار میکنیم اون جگاه یعنی بزیان کار پیدا میشه اشته نمیشه باجه. انی نوروز هم بیا ما نوروز بیا کاکا بیا بله بیا بشی. سلام علیکم. نماش کجا بودی تا دیر کردی؟ شطور جمع کردم. گوسپندار هم جمع کردی؟ گوسپندار کو گنگ جمع کرد. جمع کرد؟ ها هم جمع کرد. خوب کاری کردی. یاری آفرین. کاکا جو یک مسئولیت به شما. خب بگو. دیشب بارش هم بکردن نمیشه برم میمون خو
سیمارغ بچینم از تقو. نه حالا باشه که گپای داریم برای تو بگیم. نه بابا. دیگه مصلحت ما برای تو مصلحت کن. خب نوروز جان سگو که چی میگم اینا؟ خب گوش کرد. شما بگیم باشه بزرگ. بگو. باشه من میگم. شما بگین. خوش شما بگین. برای شما برکن. نوروز جان خود شما میریم به شهر به هرات. میریم خود شما به هرات. خود کی؟ خودی هم میریم به هرات به شهر. خونه کوچ بس نمیریم. برای زندگی کردن میریم اونجا خود شما. خونه کوچ. نه بابا. پیار خور یاد نمیکنم مادر خور. نه با یاد کنی را بسته کنی یا میایی دیگه. خب بلد نیومه. همه نداره. اینجا بیا یک روز و یک شب و نصف ساعت ایرایه. کی میشه بیام؟ نوروز جان با موتر میای با موتر. موتر همه چگله قبرقام همه او میشه گاهی وقت پارسال که میرفتم میشه نوزبت من هم میباریم حالا اشته نمیم همه گوته الله یه غم نمزاد خدا کجکیر خیلی مایومه نوزبت من کجکیر من خیلی دور پیار و مدخو بیشتر مایومه تفلک من خوش دارم گپ زنم نه بابا یک پولی با من بده مگه من خوش داریم یک پولی بدین نوروز جان تو دیگه وقتی برو دیگه کجا برم؟ به شهر؟ برو نه به شهر برو پیشگاه برو پیشگاه؟ برو که میکنه تو گوار برو دیگه کن علف دیگه هم طرف که برو خب باشه جان آخه شما میگیم بیایم بریم به شهر آخه او از شطور داریم ما گوسپند داریم گو داریم اینا چه کار میشه آخه حال کاکا باجه جان من به خوشلوچی خنبو گفتم او هم رزی ساختم حال میریم یا نه مسئله گومالا شما نیه اینا رو میفروشیم همین جگاه میدیم به کسماس همسایه شما نمایم چرا مایم خب خلاص دیگه میدین یا به همسایه شما یا ببریم به گنگ بفروشین دیگه بسم الله الله اکبر من خود شما اونا رو میفروشم میگم باجه ما کم شهر بلد نیوم مثلا همی گوسپندار که میریم میفروشیم آیا تو جا مسکن همی برای ما تهیه میکنی یا نه های باجه شما دیگه کار نداره این پولای اینا رو نقد کنیم بدین دستم دیگه مر جلو کنه شما دیگه بهم هیچ کار نداره کلون مانی برادر دیگه هیچ گپی نیه دیگه شما